در یک سفر حج عمره از نام دوست حج کردم می شود؟ می شود ولیکن این خیلی ناآمده است در یگان به همین عمر یا که یگان گذشتگان آنهایی که با آنها اقتدا کرده می شد این کار نکردیم. لیکن اگر کنیدم منعم ناآمده است، نکردم بهتر. به جای باید طواف کنید و در خانه کعبه شینید بهتر. حالا آدما به جای اینکه در کعبه شینن تراویح خوانن طواف کنن طائف و هر کجا رفته گشتیم. اکسکورسیو میگن اکسکورسیو رفتن شرطه. گفتم من سوال دادم اون اکسکورسیو ها به کوهی الا کجا میبرد 10 ریال به الا جای دیگه میبرد 50 ریال پول کار میکنن. شما به حرم برای چی آمدید؟ طواف کنید، عبادت کنید، نماز کنید، از همه حرم نبرید. طائف و دیگر جاها چه میکنید رفته؟ او خیلی بعد عبادتتان همچون سیر و گشت یک روید میشه. لیکن عین رمضان از حسابی تراویح و از حسابی نمازهای 5 وقته و از حسابی طواف شما چه میکنید؟ طائف و دیگر جاها چغزن جده و رفته. با نیت عبادت رفته باشید عبادت کنید.